بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل النساء شقائق الرجال وجعل المرأة أما وأختا وابنة وزوجة للرجل، وصلى الله على نبي الرحمة، على النبي الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب فراوان دارم و امیدوارم که در هر کجایی که هستید صحت و سلامت و شادکام و کامگار بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه محضر شما عزیزان هستیم. امیدواریم که شما نیز با برنامه خودتان تا آخرین دقایق و لحظات آن همراه و همگام و همسفر بوده باشید. با اجازه شما خدمت مهمان گرامی این برنامه از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه جناب دکتر نور محمد عمرا عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر، خوشحالم که بار دیگر شما را در استودیوی برنامه بازسازی اندیشه میبینم. من هم اگر اجازه بدید عرض ادب و سلامی کنم خدمت تک تک افراد اتاق فرمان و تک تک بینندگان عزیز. انشالله که همیشه شاد و شنگول و سرحال باشید و از اینکه استاد سیقل باز یک فرصتی دیگه در اختیار بنده قرار دادند و منت نهادند که بتونن در خدمت شما باشم. بسی شادمانم و امید است که انشالله بتونیم در کنار استادی فرزانه چون استاد سیقل یک کنکاوشی داشته باشیم در این موضوعی که اصلا ما با ایشون سرش مشکل داریم. تشکر جناب دکتر. البته بیننده های عزیز و گرامی همیشه شاهد هستند و ما و شما در برنامه رمضان هم با هم بودیم و دائم جناب دکتر بزرگواری میفرمایند و کوچک نوازی میکنن و دیگه تشکر از لطفتون جناب دکتر. اما اگر اجازه بدین من خدمت بیننده های عزیز و گرامی به عرض میرسانم که ما در برنامه گذشته بازسازی اندیشه پیرامون جایگاه و مقام زن در دین اسلام و تمدن‌های قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم که البته تمدن فارس و روم و هند و جوامع آن روز بود صحبت‌های مفصل داشتیم که مهمان گرامی من جناب استاد عبدالرحمن فاتح در اون برنامه خدمت شما و خدمت من در پرتو آیات قرآنی پیرامون جایگاه زن به حیث مادر، زن به حیث خواهر، زن به حیث دختر و زن به حیث همسر صحبت‌های مفصل داشتن. در این برنامه در برنامه گذشته البته وعده نمودیم که در این برنامه یا در برنامه این هفته انشاءالله پیرامون زن در جامعه اسلامی و غرب صحبت‌های خواهیم داشت. با وجود اینکه ما خدمت جناب دکتر قبلا عرض شده بود که برنامه پیرامون این موضوع است، لکن قبل از اینکه روی آنتن بریم و خدمت شما باشیم جناب دکتر گویی که با موضوع برنامه سر مخالفت نشان دادن. جناب دکتر علت چی است؟ چرا شما چه مشکل است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. البته اولین مشکلش همین است که استاد سیقل عزیز ابتدا مقدمتا یک احادیث بسیار زیبایی رو از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اشاره کردند و حیفم اومد که اینا به فارسی ترجمه نشده باشه. از جمله احادیثی که اشاره کردن اینی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم توصیه کردند
که بهترین شما بهترینتون برای همسراتون هست، بهترین باشید برای همسراتون. و اینی که به اصطلاح خانم ها به اصطلاح شقایق الرجال هستند، خواهرای مردان هستند. خب در یک به اصطلاح در یک رتبه قرار دارن. موضوع که وقتی ما میگیم که استاد ثقل که اسلام و غرب در مورد زن، این اصلا عنوان گیرا نیست. برای چی؟ اسلام یک مکتب هست، یک دیانت هست، یک منشأ و یک مرام زندگی است، یک برنامه، یک متکامل زندگی که همه جوانبی که یک فرد و یک جامعه و یک نظام و یک سیستم بشری نیاز داره، اینها رو براش حل گذاشته، براش راهکار گذاشته و براش قضایش رو مطرح کرده، حلاجی کرده. اما وقتی میگیم غرب یه منطقه جغرافیایی است. غرب وقتی میگیم یعنی اون چیزی که از ما غرب هست. این منطقه جغرافیایی نه دین داره، نه عقل داره، نه شعور داره، یه منطقه است. هدف از غرب جناب دکتر، هدف از غرب این است که غرب که امروز قانون داره، قانون وضعی، قانونی که در حقیقت امروز برخی یا عده زیادی از مسلمان ها آرزوی رفتن به غرب دارن، آرزوی زندگی در آنجا رو دارن. امروز غربی که شما میگین که یک غربی است، منطقه جغرافیایی است، یعنی غربی است که با در نظر داشت و با توجه به نیازهای افراد امروزی قانون گذاشته، قانون وضع کرده. ما در اینجا شرق هم داریم. اینی که به اصطلاح افراد ما میخوان که از کشورامون فرار کنند برند به غرب، ما بیچاره‌ها فرار میکنن، میخوان برند به کره، میخوان برند به چین، میخوان برند به روسیه، میخوان برند یه جایی که سرپناهی داشته باشن از دست همین افرادی که امروزشون هست غرب، از دست همین قاتلان جنایتکارایی که اومدن سرزمیناشون رو ویران کنند، از دست اینا فرار کنند، هر جایی که بسا صاحبانی پیدا کنند حاضرند. به هر صورت وقت ما گفتیم جناب دکتر زن در جامعه اسلامی و در اسلام و غرب هدف قوانین وضعی غربی که امروز من این رو از شما میپذیرم به این معنا که ما بیاییم بگیم که بسا ترشحات عقلی بشر، حالا چه غرب باشه چه شرق، بله، این رو ما بیاییم در پرتوی آیین زندگی بخش و سعادت بخش به اصطلاح قرآن کریم این رو بیاییم یک حلاجیش بکنیم. به این معنا که ما بیاییم ببینیم که ما بشر بدور از قانون رب العالمین آیا تونستیم برای خودمون یه سعادتی، یک راه حلی، یک به اصطلاح مرام زندگی به دست بیاریم یا نه ما نیاز هست که یک وارسی بکنیم ببینیم که آیا واقعا ما گول خوردیم یا حقیقت با ماست. خب جناب دکتر، اگر ما به عنوان پرسش اول از شما بپرسم که امروز شاهد هستیم و میبینیم که بیشتر اوقات از طریق رسانه های مختلف، چه رسانه های نوشتاری باشه، چه دیداری باشه، چه شنیداری باشه، مسئله و موضوع حقوق زن بیشتر از جانب غربی ها و غرب زده ها مطرح میشه. به نظر شما چرا این موضوع از طرف از اونها مطرح میشه؟ آیا این دلیلی است که اونها این غربی ها و یا غرب زده ها بیشتر به زن اهمیت قائل هستند، دلسوز هستند، مهربان هستند؟ این از روی مهربانی میگن. استاد عزیز، شما رو من رو بیاد یک داستانی انداختید. یه عالمی بود، بعضی اومدن گفتن که فلانی شما در اثبات وجود خداوند چند کتاب داری؟ بله. گفت هیچی. گفت که فلانی در اثبات وجود خدا 1000 کتاب داره. گفت که والله فلانی 1000 تا شک داشت، نیاز به 1000 تا کتاب داشت. من شکی ندارم که نیاز به در این مسئله داشته باشم. ما در مرام زندگی وقتی که من با خواهرم، من مرد با زن برابرم، در یک رتبه قرار دارم، کل بشریت منشأش یک زن و مرد هستن، من که مشکلی ندارم که بیام بگم که آقا زن پیش ما مشکل داره، مشکلشو حل کنیم. اون مشکلی که در جامعه ما هست نتیجه ظلم و ستم نظام‌های فاسد هست، این همونجوری که مرد مشکل داره، زن مشکل داره، بچه مشکل داره، جامعه مشکل داره، دختر پسر، پیر، جوان، همه این مشکلات رو دارن، نتیجه یک فساد. بله. اما غرب چی؟ غرب خودش مشکل داره.
غرب اونجا وقتی میاد که به اصطلاح به کشورهای ما و هی مثلا انگار که مشکل غرب اینه که چرا یک خانم افغانی برقع میپوشه، مشکل غرب اینه که نمیدونم در فلان کشور چرا زنها رانندگی نمیکنن. این مشکلشه، داد داره برای این. چرا مشکل است؟ این مگر حق زن نیست؟ مگر آفرین. همون گونه که مرد حق داره که رانندگی بکنه، همون گونه که مرد حق داره که از خانه خارج شوه و وارد بازار کار شوه، زن هم به حیث یک موجودی که میگن برابر است با هم مرد و زن، حق داره که از این حقوق برخوردار باشه. وقتی که یک کسی میاد و از من دلسوزتر از مادر میشه، دایه دلسوزتر از مادر، باید رو شک کرد. این طرف خودش تو کشور خودش از فقر، از فلاکت، از بدبختی زن، از فساد کدام فقر؟ حالا برای شما آمار من ذکر خواهم کرد وحشتناک. خب این اونجا به جای اینکه بیاد خونه خودشو آباد کنه میاد پیشان. برای چی؟ مشکلی این در واقع این نیست که چرا زنها رانندگی نمی کنن. مشکل این است که در این بازار این کشور من سالانه 4 میلیون ماشین میفروشم. اگر زنهای این کشور هم رانندگی بکنند یعنی من سالانه 12 میلیون ماشین خواهم فروخت. مشکلش اینجاست. مشکل اینه که به اصطلاح زن افغانی چرا برقع میپوشه، به اون چه؟ این فرهنگ افغانستان هست، زن افغانی خوش، مرد افغانی خوش. این آقا درد داره، به خاطر اینکه درد داره که بازار فروش وسایل آرایشیش کساده. مشکل این اینجاست. مشکل این با یک تکه پارچه ای که زنی در روستای فلان رو سرش بذاره نیست. مشکلش اینه که آقا این زن وقتی که این تکه پارچه رو روی سرش میذاره دیگه هر روز نمیاد از دکان من روغن بخره، به نظر شما آیا غرب نیاز داره که بیای در کشورهای اسلامی یا در جوامع اسلامی یا در کشورهای عقب مانده و یا هم به تعبیر دیگر کشورهای در حال رشد و توسعه که در حال رشد و توسعه هم نیستن، نیاز داره که بیای با اینها ماشین بفروشه یا وسایل زینت، زیور و زینت بفروشه؟ فکر نکنم جناب دکتر نیاز داشته باشه. اگر نیاز می داشت امروز به این کشورها و به این حکومتها کمک نمی کرد، مؤسسات نمی ساخت، امروز رسانه ها را تمویل نمی کرد. استاد سرکل عزیز، خیلی از ما در یک وهم دچار هستیم. فکر میکنیم که آمریکا یک مؤسسه هیئت خیریه هست. فکر میکنیم که غرب یک هیئت خیریه هست. آمریکایی که به خاطر $1 جنگ به پا میکنه اون وقت میاد به افغانی و به پاکستانی و به ایرانی کمک بکنه، اینها همش بازی هست. مگر امروز جناب دکتر، مگر امروز زن افغانی که میگن، زن پاکستانی که میگن، زن ایرانی که میگن، امروز وقتی وارد غرب میشه خوشبخت نیست؟ هرگز. خب این شما میگن. خود زن آمریکایی وقتی که من میگم بله. خانم مارلین مونرو، افسانه سینمای آمریکا، زنی که دیگه در شهرت و در مال و ثروت و اینا به صلاح به کجا رسیده بود. این خانم خودکشی کرد. قبل از خودکشیش چند جمله نوشت. از جمله ایناست که هم جنسای خودش زنا رو برحذر داشت. گفت زنا بترسید از شهرت، بترسید از این لامپایی که رو سر شما رو روشن میکنند، شما رو گول میزنند، بترسید و بدونید که من بدبختترین زن روی زمین هستم. من میخواستم مادر بشم، نتونستم مادر بشم. من میخواستم در خانواده زندگی کنم، سعادت در خانواده است، من از داشتن خانواده محروم بودم. این زنی که خودش رو گم کرد، آخرش هم رفت دست به خودکشی زد. آمار خودکشی رو در غرب ببینید بیداد میکنه. آمار جناب دکتر شما گفتین این زن یارزو داشت، اما امروز صدها هزارها دختر در کشورهای اسلامی آرزوی رسیدن به مقام و جایگاه مارلین مونرو را دارن. درست است. همیشه همینطور است. علتش این است که صدای طبل از دور خوش است. علتش است که سیستمی که ما میگیم، منظومه که میگیم حتما دچار اشکال است، اشکالات داره، نقص و نقایص داره. یا ما در کشورهای خودمون در یک نظامهای دیکتاتوری زندگی میکنیم و یک به اصطلاح با وجود همین نظامهای دیکتاتوری ما یک فرهنگ
خودی داریم، یه فرهنگ شرقی که تو اون فرهنگ شرقی با یه بوی از اسلام داریم، اسلام رو نداریم، یه بوی از اسلام داریم، با همین بوی اسلام ما یه سر و گردن از غرب جلوتریم. خب غرب کدام سر و گردن جناب دکتر؟ این سر و گردنی که امروز 74% از زنهای بالای 75 سال آمریکا بی سرپرست زندگی میکنن، جا ندارن. تو همین افغانستان ویران شده ما، آماری که من دارم به شما میدم یه آمار وحشتناک اینجاست از غرب. این آمار رو ببینید، وقتی ما آمار از غرب میدیم، ما مراکز پژوهشی و تحقیقات در غرب نداریم، اینا آمار خود مراکز پژوهشی و به اصطلاح غربی هست. مثلا از جمله اینا مرکز آمار آمریکا، از جمله اینها وزارت عدل آمریکا، همه البته آدرس های اینترنتیشو هم من اینجا دارم. وزارت البته دادگستری که وزارت دادگستری آمریکا و نیویورک تایمز و بی بی سی و نمیدونم مراکز حکومتی آمریکا، مراکز آمار، مراکز به اصطلاح حکومت آمریکا برای کنترل بیماری ها، این مراکز وزارت کار آمریکا. خب اینا چی آماری ارائه کردن؟ همه یک آماری میدن که یک آمار وحشتناک هست. زندگی غرب رو، اینا اندیشمندان غرب هستن که به تنگ اومدن، جامعه غربی در حال مردن هست. آقایی به نام باتریک بوکانون کتابی بنویسه به نام موت غرب. غرب در حال مرگ هست. درصد ولادت در غرب 1.2 هست، پایین تر از در کمترین حدی که یک کشور بتونه رو پای خودش وایسته از نظر به اصطلاح دیموگرافی، از نظر اقتصاد. یک کشور وجود داشته باشه هست به اصطلاح باید کمترین حد آمار به اصطلاح زاد ولدش حداقل 2.1 باشه. آیا فکر نمیکنین که وقت آمار زاد ولد کم باشه، این هم یک نوع هوشمندی و ذکاوت جانب مقابل نشان میده که وقتی من امکانات ندارم، وقت رشد نیست، من چی نیاز دارم که نفوسم، جمعیت کشورم به میلیارد، به 1000 میلیون برسه، اما من قدرت تمویل و تأمین زندگی آبرومندانه 100 میلیون نداشته باشه. استاد ثقل عزیز، این حرفو که میزنه، این حرفو کسی میزنه که از مریخ اومده باشه، از دنیا هیچ خبر نداشته باشه. این حرفو یک آدمی میزنه که چوپون بود دیروز، امروز شده رئیس جمهور مثلا کشوری مثل ایران. این حرفو یک آدم بی سوادی میزنه که سوار شده بر چی؟ بر واسطه و گری و رشوه اومده به منصبی رسیده. یک کشور، اداره یک کشور نیاز به بازو داره. توانی یک کشور به درصد نیروهای جوان اون کشور هست. قدرت اقتصادی کشور، قدرت سیاسی کشور، وجود کشور، قدرت نظامی کشور بر بازوهای جوان میگرده. درست است، اما در کنار این وقتی که زاد و ولد درصدش پایین اومد یعنی چی؟ یعنی درصد پیری در جامعه بالا رفته، جامعه به سوی مرگ میره. جوونی که کار میکنه درصدش پایین است. اگر ما 10 تا جوون داریم در مقابلش 100 تا پیر داریم، این پیرا 5 سال دیگه میمیرن و این جوونای به اصطلاح 10 تا میمونن با یک کشور بزرگ. الان کشورهای اسکندنافی، کشورهای غربی چه عشقی دارن که درهاشون رو باز میکنن، آقا بفرمایید ما مهاجر میپذیریم. مرگشون چیه؟ چه مشکل دارن؟ چرا از افغانستان و از ایران و نمیدونم از پاکستان و از کشورهای اسلامی مردم وارد میکنن، بهشون خدمت میکنن، دستشون رو میبوسن که بیایید. بعد وقتی که هم میرن به اصطلاح مؤسسه‌ای باز کردن، مؤسسه استقبال به اصطلاح مهاجرین در UN، بعد میری به اصطلاح شما ثبت نام میکنی که آقا منو ببرید خواهشاً، من فقیرم، نادارم. اولین حرفی که از شما میپرسن چند تا بچه داری؟ وقتی گفتی 20 تا بچه دارم، 15 تا بچه دارن، دستتو میبوسن میبرنت اونجا، همه خرج و مخارج رو متحمل میکنن. عاشق رنگ چشم شما هستن. نه خیر. اما در مقابل میبینیم که این منظومه که شما میگین که تمام زوایا و ابعاد زندگی را در نظر گرفته و بهش توجه کرده، چرا از این دایره، از این حوزه، از جامعه اسلامی فرد یا خانواده بره به جامعه غربی که
شما میگین در حالت مرگ زندگی میکنه، چه نیاز است؟ چرا از این جنت بره به اون دوزخ، به اون جهنم؟ مشکل اینجاست که ما جنتمون رو نداریم. وقتی ما دم از اسلام میزنیم، اسلام یک مکتب هست. اسلام نام واکنش یا فعالیت فلان فرد مسلمان نما نیست. ما در دنیا هیچ کشوری نداریم که به اسم اسلام حکومت کنه. ما در دنیا هیچ جامعه ای نداریم که احکام اسلام رو پیاده کنه. ما در دنیا یک مجتمع، یک جوامعی داریم، مردمی داریم مسلمون، و یک به اصطلاح حکومت هایی داریم که اون حکومت ها به زور بازوی غرب بر سر ما سوار شدن. یعنی همون بهترینش که به اصطلاح نام اسلام رو یدک میکشه و به اصطلاح رهبرش خودش رو رهبر مسلمون های جهان میدونه، همین شخص از کجا اومد؟ از سوار بر هواپیمای نمیدونم فرانسوی از فرانسه برای ما وارد شد. یعنی ما همین عروسکی که میخواد اسم اسلام رو ببره وارداتی غرب هست. وقتی که اینو داریم دیگه ما نباید انتظار داشته باشیم که اسلام اینجا حلال مشکلات هست. اسلامی وجود نداره که حلال مشکلات باشه. وقتی ما از اسلام به عنوان یک مکتب یاد میکنیم، به عنوان یک دین الهی یاد میکنیم، از مکتب یاد میکنیم که این رو خالق بشر آورده. اون کسی که بشر رو خلق کرد برای صلاح این بشر برنامه زندگی گذاشت. اگر مسلمون ها اون برنامه زندگی رو میگرفتن، امروز در دنیا ما این مشکلات رو نداشتیم. غرب چی کار میکرد؟ میومد اینجا همون برنامه‌ای که شما ازش اسم میبرید، همون نظامی که در غرب هست، اصلا غرب در یک فلاکت زندگی میکرد. خودشون به اعتراف خودشون به اصطلاح عصر رنسانس و نمیدونم دادگاه هایی که داشتند و به اصطلاح فلان، این وقتی که به اصطلاح اومدن چشم و گوششون باز شد، یکم مسلمونا رو در اسپانیا دیدن، شروع کردن فکر میکنن که آقا ما چرا مثل این همسایمون نشیم؟ بعضی از موارد رو وقتی که دیانتشون رو انداختن دور، چون دیانتشون یه دیانت مسخ شده، یه به اصطلاح زاییده عقل چند تا انسان بدور از جامعه در غارها زندگی میکردن، آخوندایی بودن تو غارها زندگی میکردن، دقیقا همون چیزی که ما در ایران داریم. 4 نفر میشینن تو یک حوزه علمیه تو قم، نمیدونن دست چپشون کجاست، دست راستشون کجاست، آقا معماری چی، آقا نمیدونم اداره مملکت چی، آقا چی. این از یه غار تاریک برنامه ریزی میکنه، دین میسازه، مذهب میسازه. این مذهب ویران کنه است. این مذهب رو وقتی انداختی تو چاه، خب عقلت رو به کار بردی، حداقل بر اساس تجربه بشری یک موفقیتایی به دست میاری. اون چیزی که ما امروز در غرب شاهدیم اینه، ترشح تجربیات بشر در این مدت و به سوی پیشرفت خواهد رفت، به سوی اصلاح خواهد رفت. وقتی من میگم این آمار رو وقتی غرب میده، یعنی چی؟ یعنی غرب درد داره و اون نمیخواد که آبروی خودش رو ببره که به این آمار رو داره به اصطلاح اعلام میکنه. این غربیه که درد داره، اما درصد افرادی که درد دارن درصد ناچیز هست. درصد افرادی که این جامعه شناس و روانشناس هستند به سوی اصلاح میرن درصد ناچیزی هست. وقتی میگیم در بریتانیا مثلا، در در انگلیس 50%، بیش از 50% از زنها توسط شوهراشون یا دوست پسراشون کشته میشن. وقتی میگیم اینا آمار خودشون هست. وقتی میگیم به اصطلاح آمار ضرب و شتم در آذر 1992 به 46% افزایش داشته و 25% از زنها توسط شوهراشون مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. پلیس کشور میگه که 100,000 شکایت سالانه به پلیس میشه از ضرب و شتم و توهین به زنها، که خود پلیس اعتراف میکنه که این آمار 1/10 واقعیت رو نمیرسونه. یعنی واقعیت بالاتر از خیلی بالاست. این پلیس این کشور میگه. خب جناب دکتر، شما به مسئله زاد و ولد اشاره کردین، اما همین جامعه اسلامی، در همین جامعه اسلامی ما مردهایی داریم، جوانهایی داریم که آرزو میکنن که
فقط 2-3 فرزند بیشتر نداشته باشند؟ چرا باز هم اسلام جامعه که غنی است، جامعه که از قانون برتر و بهتر برخوردار است، میره از یک جامعه که قانون ساخته و بافته دست خودشان است از اونها پیروی و تبعیت و بالاخره تقلید میکنه؟ آفرین. وقتی که فردی میگه که من 2 بچه بیشتر نمیخوام بیارم، 3 بچه بیشتر نمیخوام بیارم، این انسان اولا انسانی هست که نه مصلحت خودش رو میشناسه، نه مصلحت جامعهش رو میشناسه، یک انسان خودخواه و در عین حال جاهل. به چه دلیل جناب دکتر؟ من بحث وقتی میگیم از باب میخوای به اصطلاح وطن دوستی نگاه کنی، از باب میخوای اقتصادیش نگاه کنی، از باب اجتماعیش نگاه کنی، از هر بابی که نگاه کنی، وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما تشویقمون میکنه که های مؤمن زنی بگیر که برات زیادتر بچه بیاره، من میخوام روز قیامت افتخار کنم که امت من بیشترن. این خیلی پرمغزه، این حرف خیلی حرفه. یعنی چی؟ حالا مثلا از بعد اجتماعیش بگیریم. از بعد اجتماعی یک خانواده‌ای هست 3 فرزند دارن، پدر و مادر جون میکنن، 3 جوون میارن بالا میکشن. پدر و مادر افتادن، این جوونها رو در کنار خودشون ندارند. جوونها دارن درس میخونن، یکی شرق رفت، یکی غرب، یکی هم که اصلا تربیت نشد و فلان. ما با یک روند پیری جامعه خطرناک روبرو میشیم، همون چیزی که غرب درش افتاده است. اما همین خانواده 10 فرزند دارن، یکیشون افتاد، 9 دیگه اینو بالا میکشن. این خانواده فقر رو نخواهد دید، این خانواده مشکل رو نخواهد دید، این خانواده از درد نخواهد رنجید. یکیشون 5 افتادن، 5 دیگه دارن که اینا رو جمع کنن. اما اون خانواده 3 نفری یکیشون افتاد، 2 دیگه دست و پاشون رو گم میکنن، نمیدونن چیکار کنن. پدر و مادر ضایع شدن. خب این از اینش. از بعد اقتصادی کشورداری، جامعه بر بازوهای جوان میچرخه. پیرمرد زحمتش رو در جوانی کشید، نباید در پیری کار کنه، باید در پیری احترام داشته باشه، عزت داشته باشه، مکانت داشته باشه. در هر خانواده‌ای که ما داریم، در فامیلای خودمون، کدوم پیرمرده که افتاده باشه تو خونه سالمندان؟ در غرب کدوم پیرمرده که خونه داشته باشه؟ خب در غرب انسان مثل یک ماشینی هست که شما مدتی استفادهش میکنید، کار خوب نمیده، میندازیش بیرون تو آشغالدانی. در اینجا انسان یک کرامت خاص خودش رو داره. هیچ پیرمردی نیست در جامعه ما که افتاده باشه و پسرها بچه‌هاش جمع نکنن، مگر اونی که به خودش ظلم کرده، 2 بچه، 1 بچه بیشتر آورده، بعد الان تو سرش میزنه و حسرت میخوره که چه اشتباهی کرد به خاطر گول خوردن از رسانه غربی. همین غربی که شما حرفش رو میزنید 203 همین غرب در کشورهای ما میگه که آقا بچه کمتر، زندگی بیشتر، زندگی بهتر و زندگی بهتر. در کشور خودش میگه آقا هر خانومی که یه بچه اول بیاره، حکومت اینقدر پول بهش میده. 2 بچه بیاره، پادشاست، ما دست و بعدش رو میبوسیم. هر خانومی که در فرانسه 3 بچه بیاره، کل مصارف خانواده‌اش رو حکومت به اصطلاح متحمل میشه. در کشورهای اسکندنافی، در کشورهای دیگه، وقتی که یک بچه میاره، حکومت حقوق بهش میده، خرجش رو میده. 2 میاره، 3 که میاره، اصلا نیازی نیست کار بکنه. اونجا باید هر کسی، زن و مردش، کار بکنن. اما وقتی که بچه زیاد میارن، به اصطلاح حکومت نوکری اینها رو میکنه. ببینید فرقش خیلی واضح است. امروز کشور همسایه‌مون ترکیه به خانواده‌های خانم‌های خانه‌دار، صاحب خونه، تعطیلات خاص میده. بچه که میارن مزایای خاص میده. 2 که بچه آوردن مزایا 2 برابر میشه، 3 آوردن چند برابر میشه فلان. مگه ترکیه دیوونه است یا عقل داره؟ این کشور مدیریت داره. این کشور افرادی داره که میدونند آینده یعنی چی، آینده رو چطور ساخت، بازوی جوان چقدر قیمت داره. اما در کشورهای دیگه، در کشورهایی که به اصطلاح یک مشت به اصطلاح راهزن روش هستن، بله، تا دیروز در ایرانی که ما بودیم، آقا در ایران می آوردن تو تلویزیون خانومی که ادعا میکرد 11 بچه داشت، همشون هم در راه امام مهدی شهید شدند و
دروغ به مردم تبلیغات میکنن که آقا بیارید بچه بیارید. چرا؟ چون ما نیاز به هیزم داریم که آتیش جنگ عراق ایران رو گرمش کنیم. آتیش تموم شد در سوریه و آتیش تموم شد. بعد از اون چی شد؟ بعد از اون شعار این اومد که بچه کمتر زندگی بهتر. آقا اگر 3 بچه آوردید ما بهتون کوپن میدیم، نمیدونم شناسنامه میدیم، و اگر بچه 4م اومد دیگه رزق و روزی خبری نیست. اصلا اون رو ما نه کارت بیمه داره، نه کارت خدمات داره، نه هیچی و نه هیچی و نه هیچی. این عقل چی هست؟ عقل اون دست و پا چلفتی هست که نه از جامعه شناسی خبری داره، نه از اقتصاد خبری داره، نه از سیاست خبری داره، هیچی. از توی یک غار تاریک اومده. الان چی؟ الان یک جنگ دیگه، یک آتش دیگه برپا کردیم. آقا جنگ داریم تو عراق، آقا جنگ داریم تو سوریه، آقا جنگ داریم تو یمن، آقا ما با همه دنیا جنگ داریم، لبنان جنگ داریم، فلان جنگ داریم. خب این جنگ هیزم میخواد. بله آقا الان دیگه تا جایی که جناب دکتر فکر کنم عملیات 14 معصوم باید 14 کشور رو بزنیم داغون کنیم. خب برای این 14 کشوری که ما میخوایم داغونشون کنیم 14 فرزند باید بیاریم. نه الان که بیشتر هم تمنا میکنن. خب بیارید 14 معصوم به اندازه 14. این همه این حرفای کیه؟ حرفای انسانهایی هست خودخواه، ظالم برای مجتمع، ستمگر، که هیچ بویی از انسانیت نبردن، هیچ بویی از عقل و درایت و کشورداری نبردن. خب جناب دکتر، به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم به سراغ یک میان برنامه. پس از این میان برنامه انشاءالله با ما باشید. موضوع خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم. قبل از اینکه پرسش دیگری را خدمت جناب دکتر نور محمد عمر را مطرح کنم، متذکر میشم که شما از لحظات بعد انشاءالله میتونید در ارتباط به موضوع برنامه با ما مشارکت داشته باشید و نظریات و دلگفته هایتان را در ارتباط با موضوع با ما شریک بسازین. لحظات بعد انشاءالله احمد جان عزیز کارگردان برنامه تلفن های برنامه را زیرنویس خواهند کرد. خب جناب دکتر، یکی از مسائل دیگری که از طرف غربی ها و غرب زده ها مطرح میشه و فکر کنم که تا جای هم شاید توجیه داشته باشه است که در جامعه اسلامی یک سلسله قید و بندهایی است، مثل پوشش و مثل ای که عدم اختلاط و این مسائل است. برعکس جامعه غربی مثلا زن و مرد در کنار هم شانه به شانه در آبادانی و عمران و پیشرفت و شکوفایی کشورشان سهم میگیرند. اونجا قید و بند به نام ای که تو باید این نوع پوشش داشته باشی و این نوع حجاب داشته باشی و از خانه برایی و از خانه نبرایی و دیگر در کدام اداره با مرد کار کنی و نکنی و این قیودات نیست. استاد عزیز، بله، ما وقتی در یک جامعه حرف میزنیم و در مکتب اسلام حرف میزنیم باید یه چیز رو مد نظر داشته باشیم و اون اینی که اسلام یعنی آزادی. قید و بند این در غرب هست نه در اسلام. وقتی میگیم آقا پوشاک زن مسلمان یک ابراز هویت هست. وقتی ما میایم میگیم که آقا فوتبالیستا لباس فلانی رو میپوشن، این دیگه ما به فوتبالیستاتون رو چیکار کردیم؟ اینجا قید و بند وضع کردیم. یعنی قید و بند نکردیم، ما اینها رو آزاد کردیم. چطور آزادشون کردیم؟
دیگه مشکل لباس نداره، لباسش اینه، این علامت من فوتبالیست هست. تصور کنید که اگر در همین بازی فوتبال قید و بند لباس نمی بود که همه باید لباس سبز بپوشن و شماره داشته باشن، فلان داشته باشن، شورتشون اینقدر باشه، لباسشون اینقدر، چی میشد؟ هر یکی از این فوتبالیستا یک خرجی میکرد، یه لباس تو کل زندگیش داغون میشد به خاطر یک لباس. الان ما بیایم به جامعه اسلامی حجاب مسلمون نگاه کنیم و به اصطلاح پوشش غربی. حجاب مسلمون چیه؟ حجاب مسلمون عنوان هویتی است. من لباس پوشاک اسلامی میپوشم، من زن مسلمون. یعنی چی؟ یعنی من دارم به تمام جامعه میگم آهای جامعه چشاشتو ببند، من اهل هوسرانی نیستم. آهای جامعه اطمینان خاطر داشته باش، من دروغ نمیگم، من غیبت نمی کنم، من اهل فساد نیستم، من آدم کش نیستم، من دینم من رو به اخلاق معینی، به یک مرام و مکتب معینی من ایمان دارم، من از خدا میترسم، من برای خودم شخصیت خاص دارم، من آلت شهوت توی مرد نیستم. این اعلامی هست که این روی به اصطلاح با پوشاکش روی صورتش نوشته. همه ی جامعه دیگه الان مایوس شده، هوسرانا دیگه بهش توجهی نمیکنن، آزاد میشه، قید و بندی خاصی نداره. اما اون دیگه خانم دیگه در قید و بند و زنجیر چشمهای جامعه گیره هست. ما در جامعهمون در مسائل خانوادگی قضیه نمیدونم یه چشم همچشمی بین خانم‌ها داریم، این فلاکت به بار آورده. الان تصور کن این دختر بیچاره‌ای که حجاب نمیپوشه، این دختر بیچاره در خودش رو در زنجیر چی هست؟ ما فکر میکنیم این هر جوری که دلش میخواست میپوشه. نه خیر، اینطور نیست. این هر جوری که چشمای مردم میخوان داره میپوشه. این چه مرگشه که سر صبح بلند میشه 2 ساعت قبل از وقت، نه صبحانه‌ای داره، نه نمازی داره، نه هیچی، رفته جلوی آینه 2 ساعت کامل میشینه خودش رو به اصطلاح آرایش میکنه. واسه یکی بخاطر آزاده. اگر آزاد میبود این 2 ساعتشو میگرفت راحت میخوابید، اما درد داره. این جامعه چطور به من نگاه خواهد کرد؟ لباسم چه رنگی باشه، نمیدونم کفشم چه رنگی باشه، چه رنگی رو به چشام بزنم، چه رنگی رو به سرم بزنم، چه این کل زندگیش داغون هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو زنجیر چشمانهای مردم و ذوق و سلیقه‌های مردم هم فرق میکنه. این بیچاره مجبوره که همه این مردم رو سعی کنه راضی کنه، زندگیش داغونه. این از باب حجابش. از جای دیگه این زن مسلمون در این باب کلاً آزاد است و کسی اون رو منع نکرده که فعالیت داشته باشه. در کشورهای اسلامی زنها فعالیت اجتماعی دارن، زنها به اصطلاح هستن، همه جا هستن، اما وظیفه کدام فعالیت جناب دکتر، کدام فعالیت وقتی حجاب میپوشه، وقتی اون پوشش کنه موانع در سر راهش ایجاد میشه؟ این زن نمیتونه با طرف مقابل آزادانه حرف بزنه، این زن حتی تا جای میرسه که صدایش هم عورت است، نمیتونه در یک اداره با همکار مرد کار کنه. این خب مانع شد. اینی که در نمیتونه کار بکنه این درست نیست، چون که داره همه جا کار میکنه. لباسش مانع نیست، بلکه لباسش اون رو آزادی داده که هر طوری که میخواد بشینه، چون که یک پوششی داره، در حمایت این پوشش هست، هر طوری که میخواد حرکت کنه، از چشم مردم، از نمیدونم متلکای مردم، از فحشای مردم، از تدخلات چشمهای گرسنه گرگان در امان هست. این آزادیش اینه، عزت نفسش اینه. خب این چیزیه که واقعیت امر هست و در واقعیت امر حالا این به اصطلاح پوشش زن یک حمایت زن هست در مقابل چی؟ در مقابل چشمای گرسنه گرگ‌های گرسنه. در غیر این زن مجبور نیست. مدت زمانی که حجاب میپوشه یک زن یه مدت زمان محدودی هست، اما تو خونه‌اش، تو نمیدونم بین زنها به این به اصطلاح قید و بندها رو نداره. این قید و بندهای عبادی، این عبادت هست برای زن. یعنی ببین چه شرفی خداوند به این زن داده. این زنی که از ساعت 7 صبح حجاب میپوشه میره دانشگاهش تا ساعت 2، از 7 تا 2 این در عبادت هست. مثل اون مردی هست که تو مسجد نشسته اعتکاف داره قرآن میخونه. خب و این عبادت شرط و شروط خاصی داره، این رو هم زن انجام میده. ببین یک عبادت هست به خاطر چی؟ به خاطر رسیدن به سعادت، به خاطر امنیت.
یعنی مثلا ما تعجب میکنیم که مثلا اسلام میگه باید زن دستشو بپوشه تا اینجا. خب اینجای زن به اینی که به اصطلاح میگن که آقا این به خاطر شهوت هست. شهوت چی؟ اینجای زن که شهوتش چی هست؟ دست شهوتش چی هست؟ نه خیر، اینجا عبادت هست. این عبادت همینجاش جای علنگوش هست. اگر تصور کنیم حجاب تا اینجا می بود، یعنی این میدان چشم همچشمی و یک بازار و یک دغل بازی می شد که زن کمرش می شکست. جناب دکتر، شما بحث چشم چرانی و بحث افراد را که گرگ صفت هستن و چشم چرانی میکنن و دنبال شکار زن هستن مطرح کردین، گفتین در جامعه غربی. اما در جامعه غربی وقت زن با امو آزادی خاصی که داره ظاهر میشه و هیچ کسی نه کسی به طرفش نگاه میکنه، نه کسی چشم چرانی میکنه. اما برعکس میگن کل ممنوع مرغوب. وقتی زن در جامعه اسلامی با آن پوشش ویژه‌ای که داره همه را طرف خودش متوجه میسازه که مرا ببینین، یعنی چون ممنوع است مرغوب است، همه کس میبینه. و گذشته از این چرا ما در جامعه اسلامی مثلا چرا کسی چشم چرانی کنه؟ چرا وقتی ما منظومه کامل داریم، وقتی ما میگیم راهکارهای برای هر باد و زاویه زندگی داریم، چرا ما اول این را علاج نکنیم؟ چرا اصلا مرد بیاد طرف زن که اسلام منع کرده است نگاه بکنه؟ اینی که مرد چرا مرتکب به اصطلاح اشتباه و لغزش میشه؟ خب جامعه هر طور افراد داره. جامعه افراد تربیت شده داره، جامعه افرادی داره که به اصطلاح تربیت نشدن. به خصوص جوامع ما که ملت‌های مسلمونی هستند، حکومت‌های سکولاری دارن اونها رو مسخ میکنن. جوامع ما که مورد هجوم فرهنگی رسانه‌های وحشتناک قرار میگیرن. بعدش چی؟ استاد عزیز شما میگید که در غرب به اصطلاح چرا دنبال چشم چرانی میکنن وقتی که نمیکنن؟ در غرب نیست جناب دکتر. آفرین. این حرفی کیه؟ در غرب میگن کسی نمیبینه به طرف زن چون آزاد هستن. آفرین. چون اونها در زندان شهوت گرفتارند. حکایتی که شما میگید کاملا نادرست هست. صدای طبل گفتم از دور خوشه، اما از نزدیک بری ببینی وحشت میکنی. ببینید این آماری هست که مراکز آمار خود آمریکا داره به ما میده. آقا در آمریکا روزانه 1900 دختر مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن که 20% این دختران توسط پدراشون مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن. این انسانیته؟ این نتیجه چیست؟ در همین غرب سالانه 1 میلیون کودک نوزاد یا سقط جنین میشن یا بعد از ولادت اینها رو میکشند. در همین آمریکا آمار طلاق بیش از 60% افزایش پیدا کرده. در همین مراکز دراسات و بحوث آمریکایی میگه که 1,553,000 به اصطلاح سقط جنین در سال 1980 داشتن که 30% اینها از دختران زیر 20 سال بودند. در همین غرب 80% از به اصطلاح زنها قبل از 15 سالشون به اصطلاح در سال 1982 طلاق گرفتن. 8 میلیون زن در آمریکا در سال 1984 این آماری که هست 8 میلیون زن در آمریکا بدون سرپرست زندگی میکردن. آقا چندین هزار زن و بچه الان در آمریکا قاچاق وارد آمریکا میشن. برده زنها و به اصطلاح بچه‌ها به خاطر چی؟ به خاطر پربار کردن بازار فحشا. در همین آمریکا 27% از آمار 1986، یعنی این آماری که ما میدیم قدیمه، الان 200 برابر 100 برابر 10 برابر حسابش کن. 27% از مردا روی مخارج زنا کار میکنن، مردای به اصطلاح گرگ میگیرن به اصطلاح زحمت‌های اون زنی رو که زنو چرا از خونش بیرون کردن؟ نوکر میخواست مرد. آقا وقتی میگن که به اصطلاح زن
چرا مدیریت رو به زن نمیدن؟ تا الان بیش از 80% از مدیریت های کلان دست مرداست. خب زن بدبخت کجا رفت؟ کدام مدیریت های کلان امروز میبینیم که در غرب، مثلا در آلمان انگلا مرکل نخست وزیر است، در مثلا آمریکا وزیر خارجه داشتیم به نام مادلین اولبرایت، به نام کوندالیسا رایس، به نام امروز هیلاری کلینتون که شاید چند وقت بعد باعث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم انتخاب شود. این انتخاب شد به خاطر اینکه زن بود یا به خاطر اینکه ثروتمند بود؟ زن. نه، همه اینا ثروتمند بودن. امکان نداره که بیاد بالا. امکان نداره که کشورهایی است که شرکت‌های قاره پیما اینها رو مدیریت میکنن. شرکت قاره پیما به زن و مردیش نگاه نمیکنه، به پولش نگاه میکنه. اما چی؟ اما جامعه‌ای که فاسد کردن، اما این جوی که وجود آوردن، این به زن نگاه میکنه. بله، بیش از چقدر از زن قربانی‌های زن. مثلا آمار میگه که به اصطلاح زن کارهای رفتگری، نمیدونم کارهای پستی که تو جامعه هست، اینها بیش از 80%شون زنها هستن. یعنی زن رو به خاطر چی میخوان؟ زن رو میخوان از خونش بیرونش کنن بیاد نوکری کنن. زن رو از خونه که اونجا شاهبانو است، اگر خدمت میکنه، خدمت شوهر و فرزندانش رو میکنه. باعث خادمه در خانه کار میکنه. اگر تو خانهش خادمه هست، الان اون رو آوردن که چی بشه؟ دستشویای به اصطلاح رستورانا رو پاک کنه. اگر اونجا برای شوهر و برای پدر و مادرش غذا درست میکرد، الان میاد توی بازار خودشو لخت میکنه تو رستورانا برای هر انسانی که به اصطلاح هر جور آدمایی به اصطلاح لبخند میزنه و غذا بهشون میده. زنهای ثروتمند که بگذاریم، مثلا چند وقت قبل زنهایی که در پارلمان کانادا راه یافتن و یکی از زنهای که در افغانستان شاید هیچ از هیچ جایگاه و هیچ مقام برخوردار نمی بود، رفت اونجا وزیر شد. این هم ثروتمند بود. آفرین. ببینید این یکی از فسادهای این سیستم است. وقتی که من میام این خودکار رو میگیرم، گوشم رو پاک میکنم، این نیست که من خودکار رو ارزش دادم یا من کار درستی کردم که این خودکار رو اما من یه حماقت کردم. این خودکار جاش اینجا نیست، گوش پاک کردن نیست، جاش نوشتنه. ارزش این در اینجاست، نه در اینجا. وقتی که ما میاییم یک زن رو از خانهش بیرون میکنیم، یک آلت شهوتش میکنیم یا میاریم در یک جایی ازش کار میگیریم که جاش نیست. چرا جاش نیست؟ چرا جاش نیست؟ خوب مدیریت میکنه. چرا جاش نیست؟ برای اینکه برای این خلق نشده. فطرت این زن متضاد است با این. همین زن در همون مرد طبیعتش است که خیانت میکنه، به فساد اداری دچار میشه، به فساد اداری گرفتار میشه. اما زن برعکس مخلصانه کار میکنه و خیلی دلسوز است و حتی میگن عدالت هم رعایت میکنه. آفرین. وقتی که شما مثال میزنید که در کشور فلانی یه زنی رو انتخاب کردن، این خودش یعنی چی؟ یعنی اون کشور، بافتی اون کشور اصلا زن رو به اینجا قبول نداره. یکی در بین 1000 تا که اومد یعنی چی؟ استثناست. این قاعده نیست. یعنی این چی میکنه؟ با پرده میکشه بر اینی که این به اصطلاح جامعه این رو قبول نداره. این حالتهای استثنایی اتفاقی است. فردا هم که رفت در فکر عوض کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که میبینن شکست براشون آورد. این به اصطلاح کم ارزش جلوه دادن زن نیست. یعنی اینی که ما بیاییم مرغ رو بذاریم جای خروس، خروس رو بذاریم جای مرغ، این نه ارزش به اصطلاح خروس رو بالا میبره، نه ارزش مرغ رو، بلکه اهانت هست به اون. وقتی که من به این قلم رو گرفتم، قلمی که برای نوشتن بود، گوشم رو پاک کردم، من به این قلم اهانت کردم. همینطور برای زن. وقتی که زنی که میخواد مادر بشه، زنی که باید جامعه رو مدیریت کنه، زن داره جامعه رو، مدیریت جامعه رو در به اصطلاح در آغوش خودش پرورش میده. اگر این جامعه رو مرد میسازه، این زنه که مرد رو میسازه. من زن رو گرفتم از اینجا برداشتم، آوردمش چی؟ آوردمش که آقا من میخوام صابون بفروشم، باید یه زن لختی بیاد این صابون رو تقدیم کنه. چرا یه مردی نمیاد تقدیم کنه؟
وقتی میخوام ماشینم رو بفروشم باید زن لختی کنار ماشین وایسته. میخوام یخچال بفروشم باید زن لختی کنار یخچال. بابا میخوام صابون نمیدونم تمیز کردن دستشویی رو میخوام بفروشم باید یه زن لختی بیاد این رو نشون بده. یعنی میخوان بگن که زن در غرب ابزار وسیله تجارتی برای ترویج تبلیغات بیش نیست. در هیچ وقتی از تاریخ زن به این مرحله از حقارت و از ظلم و ستم نرسیده که امروز در غرب هست. استاد ثقلی عزیز، شما تصور کنید ببینید چطور به این زن بیچاره خندیدند و مسخرش کردند که زنه رو میبینی امروز توی فیلم ها چه بلاهایی سرش میارن، فلانی رو شوهرش میکنن چه بلایی سرش میارن، بعد میگن با ماشاءالله خیلی بازیگر خوبی هستی ها. امروز زن فلان سر فلان چه بلایی سرش میارن. همه اینها فیلم های نمیدونم مبتذل، فیلم های غیر اخلاقی و این زن بیچاره که آلت شهوتش کردن خودش گم است. خودش چرا دست به خودکشی میزنه؟ آقا چرا بیشترین آمار از افرادی که میان مسلمون میشن از غرب زنها هستن؟ اگه واقعا زن مورد ظلم قرار داره. اما چی؟ رسانه چیکار کرده؟ رسانه اومده یک زن مسلمون رو با این پوشاکی که این زن در خارج از خانه داره این رو نشون میده برای به اصطلاح بیننده این تصور رو به وجود میاره که این زن مسلمان در یک کبت و در یک ظلم و در یک فشار نفسی و در یک زندان داره به سر میبره. جهت دوم این بابا همش 2 ساعت زندگی یک زنی هست یا نیست. اما این زن تو خانه چه پوشاکی داره؟ زن مسلمون در خانه اون پوشاک و اون راحتی داره که ملکه و پادشاه الیزابت نداره. خب. با همون فقرش. بعدش بیا ببینید بله. این نقطه رو هم مد نظر داشته باشیم. وقتی که زن غربی ببینید هیچ یک مورد فرد غربی جاهلی ما نداریم که مسلمون بشه. همه افرادی که مسلمون شدن افراد تحصیل کرده و با عقل و درایت هستند. یعنی چی؟ یعنی اینا با عقل و درایت و مطالعهشون چهره واقعی زن مسلمون رو دیدن اون وقتی که اومدن مسلمون شدن. جالب بود که زن گفت زن فکر کنم آمریکایی یا غربی که مسلمان شد و بعدها گفت با حجاب کسی فردی ازش پرسید که چرا حجاب، این حجاب چیه؟ و جواب داد که این تاج است، این رمز عزت و شکوه من است. خب از این که بگذاریم شما این ببخشید من حرف شما رو قرار میکنم. خود غرب اصلا طبیعت بشری، طبیعت من و شما چیز با ارزشه که به اصطلاح ازش حفاظت میشه. توی غرب تا همین دیروز بهترین لباس رو با رو پوش کی داشت؟ ملکه الیزابت انگلستان. ملکه های انگلستان بودن که پوشاکی داشتن شبیه پوشاک زنهای مسلمون. تا همین دیروز شخصیت های بزرگ غربی، خانواده های محترم غربی زناشون چی میپوشیدن؟ چرا؟ چون که این نشانه ارزش، نشانه به اصطلاح احترام بود. الان هر زن مسلمون تو به اصطلاح دور افتاده ترین منطقه جهان اسلام پوشاکش پوشاک ملکه بریتانیا است. یعنی ما خودمون یه شکلات خوب رو باید در جلد خوبی به اصطلاح در یک غلاف خوبی بذاریم. شکلاتی که بیرون باشه افتاده باشه ما دست بهش نمیزنیم که آقا میکروب افتاده و نمیدونم فلان. هر چیز با ارزش رو ما تو جیبمون تو یک پوشاک خوب میذاریم. زن در جامعه اسلامی اصلا یک مکانت خاص خودش رو داره. مرد در جامعه اسلامی موظف است که نوکری و خدمت زن رو بکنه. چرا؟ چون که مرد وظیفش یه وظیفه اجرایی است، چرخوندن به اصطلاح چرخ جامعه. بله. خب این چرخ به اصطلاح این کارگری که به اصطلاح صبح تا شب جون میکنه این یک چی نیاز داره؟ یک جایی نیاز داره که این رو بیاد نازش رو بکشه، تمیزش کنه، بشوردش، مرتبش کنه که این چرخش بگذره، این رو تربیتش کنه، بهش قدرت بده.
این زنه که این قدرت دینامیک این زن زندگی. میگن این زن خادمه باشه، فقط خدمت کنه و در خدمت مرد باشه. برعکس مردی که جون میکنه که این زن رو خدمت کنه. این زن تو خونه خودش ملکه است. خب حالا یا مادر است، مادر که هست این طرف میاد چیکار میکنه؟ زیر پای این زن رو میپوسه. بهشتش، سعادتش، آخرتش زیر پای این زنی هست که اسمش مادره. زنی است که در غرب در غرب خانه های بزرگسالان، اگر جای خانه بزرگسالان گیرش بیاد بیشترش روانی میشن، خودکشی میکنن، دیوونه میشن فلان. یا این زن دختره، دیگه مرد جون میکنه، برادر جون میکنه، پدر جون میکنه که چی؟ این دختره در ناز و نعمت زندگی کنه. نمیدونم یا همسره که همچنین، یا خواهره که همچنین. کل سیستم میگرده روی چی؟ روی زحمت و تلاش که مرد برای خدمت زن. جناب دکتر گفتیم زن در جامعه اسلامی یا در اسلام جایگاهش جایگاه و منزلت و مقام یک ملکه است، یک شاه بانوست. حتی وقتی امروز زنهای غربی به اسلام میگرن، به اسلام مشرف میشن، عین وصفه میکنن. اما در مقابل چرا میبینیم که باز هم زنهای مسلمان در جوامع اسلامی تلاش میکنن که از پوشاک یا پوشش و حجاب زن غربی تقلید کنن؟ اما با اجازه شما یک سوال مرا بعد از دیدن یک میان برنامه انشالله پاسخ خواهید داد. بیننده های عزیز و گرامی، میان برنامه کوتاهی با هم میبینیم و برمیگردیم. Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο είπα, πατέρα, σφουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
خوب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد خدمت شما هستم و از کارگردان عزیز جناب احمد جان تقاضا میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنن تا بیننده های عزیز و گرامی بتونن که در ارتباط به موضوع برنامه دلگفته هایشان یا پرسش یا نقدی که دارن مطرح بکنن. جناب دکتر، قبل از میان برنامه من داشتم از شما سوالی را خدمتتان مطرح کردم که وقت زن غربی، زن است، خواهی زن مادر باشه، خواه خواهر باشه، خواه همسر باشه، به اسلام مشرف میشه، احساس میکنه که واقعا ملکه است و شاهبانوست و اکثریتش هم زنهای مسلمان به حالتشانه، یعنی وضعیتی که قرار دارند به شاهبانو و ملکه تشبیه میتن. اما در مقابل زنها در جامعه اسلامی آرزو دارند که لباس و پوشش و وضعیت زن غربی رو داشته باشن و از زن غربی همیشه تقلید کنن و این نشانی از پیشرفت و نشانی از لوکسیت و نمیفهم چی بدانن. نگید که زن مسلمون یا دختر مسلمون همچین فکری رو داره. مسلمون نما وقتی که ما میگیم یه طرف خورشید رو داره افتاده دنبال چی؟ دنبال یک کرم شبتاب. این مشکل چی هست؟ مشکل بینایی است. خورشید رو ندیده. وقتی که ما اقیانوس سعادت رو داریم چطور میریم دنبال یه سراب؟ هیچ وقت یک دختری که مسلمون باشه، دینش رو شناخته باشه، هویت اسلامی داشته باشه، هرگز نمیره دنبال یک سراب. این اتفاقی که الان افتاده چه هست؟ اتفاق اینه که سکولاریزمی که بر جامعه ما حاکم هست، این رسانه هیولایی که بر جوامع ما داره جامعه ما رو، هویت رو مسخ میکنه، اینها الان تونستند یه قشره، اونم خیلی قشره محدودی، از دخترای ما رو گول بزنن. دخترایی که ما فضای جامعه رو نتونستیم اونطوری به وجود بیاریم که اینها رو تربیت کنه، اونم بنا به همون نظامهای سکولاری که بر ما حاکم است، این دیکتاتوریتی که در جامعه ما بر ما تحمیل شده، این باعث شده که یک نوع فقدان هویتی، یک نوع سردرگمی در یک قشر پایینی از جامعه به وجود بیاد. قشری که نمیدونه دست راستش از چپش چی هست، قشری که از اسلامش هیچ بویی نبرده، قشری که اگر ازش بپرسید که قرآن چیه 2 ساعت فکر میکنه یه چیز خوردنی هست یا یه شکلات هست یا چی هست. این قشری که ما این نمیتونیم به اصطلاح معیار قرار بدیم که دختر مسلمون میخواد که مثل غربی بشه. چطور امکان داره؟ وقتی که خود غربی عاقلش میاد به طرف دختر مسلمون. من برای شما یه مثال بدم. من یک دانشجویی داشتم از چین. خب به اصطلاح همونجا در دانشگاه هم ازدواج کرد و برگشت رفت به چین. این دختره حجاب اسلامی کامل میپوشید، رفت به چین، حجابش رو رها نکرد. مشکلی که ما داریم اینه که فهم دینی وقتی باشه مشکل نیست، وقتی که نیست ما با دانشجوهای به اصطلاح چینیمون این مشکل رو داریم که خواهر عزیز، دختر عزیز، حجاب درست بپوش. میگه که ما در کشورمون مردم به ما یه جوری نگاه میکنن. الان همین دختر خانم که الان استادی هست در دانشگاه، هر ترم چندین دختر فقط و فقط به خاطر حجاب این مسلمون میشن. جالبتر این که خیلی از دخترها و اساتید دانشگاه بعضیاشون که مسلمون میشن، بعضیا مسلمون نمیشن اما حجاب اسلامی میپوشن. تشکر جناب دکتر. اگر اجازه بدین من یکی 2 تماس از بیننده ها را میگیرم و بعد برمیگردم. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین بیننده گرامی. بفرمایید از کجا صحبت میکنین؟ من از کرمان. خب بفرمایید برادر گرامی. بلوچم. بفرمایید. انصاری هستین؟ نه بفرمایید. شما برنامه بازسازی اندیشه است و در ارتباط به موضوع زن در جامعه اسلامی و جامعه غربی اگر صحبت دارین.
من میخواستم با آقای انصاری حرف بزنم. خب میشه شما با اتاق فرمان در تماس این انشالله تماس برقرار میشه با جناب انصاری. میشه الان مثلا وصل کنید؟ من نه خب شما میتونید بعد از برنامه با اتاق کنترل هماهنگی کنین بیننده گرامی. سلامت باشین. سلامت باشین. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. خب مثل که مشکل فنی داریم یا وصل نمیشن. خب جناب دکتر برمیگردیم به استودیو خدمت شما و به اجازه شما تو با فکرمون وصل شد. سلام علیکم بیننده گرامی. سلام علیکم. الو بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ سلام علیکم بیننده گرامی، صدای ما را دارین؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ احمد هستم از ایران. احمد آقا بفرمایید خدمت شما هستیم. استاد خوب هستن؟ شما خوبید؟ لطف پروردگار. اگر گفتنی در ارتباط با موضوع برنامه دارین؟ گفتم درباره زن اینا. بله. خب مثل که قطع شد میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام آقا انصاری، خوبی؟ بفرمایید بیننده گرامی، من محمد نواز سیقل هستم. شما دارید در برنامه بازسازی اندیشه تماس گرفتید. بفرمایید. میگم این خانمایی که دستا خورمای بزنن گناه ثواب چیه؟ خانم چیه؟ این موها دستا خور بزنه گناه نه؟ خب بیننده گرامی، سوالایی که مربوط به مسائل شرعی میشه شما میتونید این سوال ها را و این پرسش ها را به برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنین. تشکر. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. صدای مرا دارین؟ بفرمایید بیننده عزیز. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. کارگردان عزیز احمد آقا، اگر ما مشکل فنی داریم مشکل فنی را برطرف کنین. سلام علیکم. الو بفرمایید بیننده گرامی. سلام. و علیکم السلام. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ رحمان هستم از تهران. خب بفرمایید بیننده گرامی، در ارتباط با موضوع برنامه اگر گفتنی دارین. دست شما من بابت برنامه‌تون تشکر می‌کنم. سلامت باشین. من هم از شما تشکر میکنم از حسن این برنامه همچین ادامه داشته باشه. دستتون در نکنه. سلامت باشین بیننده گرامی. سلامت باشین. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. سوال هست؟ بله، وصال حق، برنامه بازسازی اندیشه. بفرمایید. موضوع برنامه زن در جامعه اسلامی و غرب. بله، اکبر هستم از ایران. خب آقا اکبر بفرمایید اگر در ارتباط به موضوع برنامه گفتنی دارین. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد محترم و همچنین استاد عمرای عزیز. سلامت باشین. بله استاد محترم، در جامعه ایران متاسفانه این آخوندان جامعه را طوری تربیت کردند که اون فرهنگ اسلامی را متاسفانه از بین بردند. اینا جان یعنی نتیجه در بفرمایید میشنیم صدایتان.
جامعه را متاسفانه به سمت سوی سوق دادند که هیچ گونه نسبتی با اسلام اینا ندارند. متاسفانه این عزیزان شیعه را در بیراهی کشیدند. تشکر بیننده گرامی، تشکر از شما. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید بیننده عزیز. خب فکر میکنم که مشکل فنی داریم و الا تماس ها زیاد است، اما خب تجربه میکنیم تماس دیگری هم میگیریم اگر. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام، بفرمایید بیننده گرامی. عرض سلام و معذرت دارم خدمت استادان گرامی. و علیکم السلام. بسیار موضوع خوبی رو در برنامه صالح چی میکنید باور کنید. از نظری شخصی من و گفتنی هستم که زن در جامعه بله غیر اسلام، غیر از روح اسلام دیگر هیچ حق و حقوقی ندارد. حقانیت یعنی حقوقی که زن در جامعه اسلامی داره در هیچ جامعه دیگر این حقوق متصور نیست، وجود ندارد. بله. وجود ندارد. عکسی چهل آزادی که در جامعه غرب میگن آزادی زن طول از سالهای از 18 سالت گویم تا 40 سالت تمام آزادی زن در اینجا تمام میشه. نه در پسر و نه در دیگر شوهر و نه در دیگر کسها ضرور هست. و اون رو زن رو به مثل یک چهل استاد گفتن به مثل یک اشیا استفاده میبرن طول جوانی، مثل در کیناها در دیگر کارها در جوانیشون استفاده میبرن. لیکن در اسلام بینید. تشکر بیننده گرامی، تشکر. پیامتان رسید، پیامتان گرفتیم. تشکر از تماستان. سلام علیکم. و علیکم السلام. بیننده بعدی. سلام علیکم. خب برمیگردیم به استودیو جناب دکتر. تقریبا 10 دقیقه بیش نمانده و چنانچه یکی از بیننده ها اشاره کرد، امروز واقعا یکی از بدبختی ها بگم، یکی از اینکه برخی ها را فکرش متحول میکنه که در ارتباط به جامعه غربی خوشبین باشه و جامعه غربی و آزادی هایی که اونجا وجود داره تعریف و تمجید کنه. علتش برمیگرده به عملکرد دولت ها و دولت مردها و اداره و مدیریتی که در دولت وجود داره. خب جناب دکتر، باز هم یکی از اتهام هایی که علیه اندیشه اسلامی دائم مطرح میشه است که متهم میکنن که مسلمان ها شهوتران هستند و دلیل شهوترانی هایشان هم است که اینها دائم به چند زنی روی می آورند. اینجا باز هم به شکل از اشکال و به نوع از انواع حقوق زن پایمال میشه. مرد حق داره که 4 زن بگیره و زن حق نداره که مثلا چند شوهر داشته باشه. ببینید این نقطه هم برمیگرده به طبیعت خلقت. وقتی که ما خلقت انسان رو نگاه میکنیم، اینی که مثلا الان ما بیایم بگیم که آقا واقعا به مردا ظلم شده ها. برای چی؟ برای اینکه زن میتونه حامله بشه، میتونه بچه دار بشه، مرد بیچاره نمیتونه بچه دار بشه. زن میتونه به بچه شیر بده، مرد بیچاره دیگه از این نعمت محروم هست. این بیانگر چی هست؟ بیانگر این که انسان بیاد عقلش کار نکنه. وقتی که من میام میگم که مثلا این تلفن بهتره یا لپتاپ بهتره، این دیگه حماقت هست. این سوال اصلا احمقانه است. این وظیفه‌اش چیز دیگه است، این وظیفه‌اش چیز دیگه. اینو برای یک کار دیگه درست کردن، این رو برای یک کار دیگه درست کردن. من بگم که نمیدونم آقا کت بهتر است یا کفش. بابا کفش وظیفه دیگه ای داره، کت وظیفه. جایی که کفش هست هیچی برای جایشو نمیگیره، جایی که کت هست هیچی جایشو نمیگیره. ما وقتی میگیم که مثلا
اسلام چیکار کرد؟ اسلام اومد قانون گذاشت، اسلام اومد بیبندوباری رو کنترل کرد، اسلام اومد ببینید الان در طول تاریخ زن آله شهوت مرد ظالم و ستمگر بوده. مردا 50 تا 60 تا 100 تا زن هر همسر رو درست میکردن. اسلام اومد گفت نه، این حق رو ندارید، بلکه باید مکانت و جایگاه زن رو بدونید. و چون که خدای حکیم که خلق رو انسان رو مرد رو خلق کرد، همون خداست که زن رو خلق کرد. وقتی خداوند زن بیشتر آفرید، به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه مرد یک توازنی به وجود بیاره. این مرد نیازش بیشتر هست، این مرد قلب مرد همونطور که قلب زن میتونه 10 تا بچه رو به اصطلاح توش جا بده، قلب مرد هم میتونه 3-4 تا زن رو توش جا بده به تساوی. و شروط هم گذاشت، عدالت رو باید رعایت کنید، این شروط 1 2 3 4 5 و این زن حق داره، یعنی همه این زنها صاحب حق هستن. در مقابل این غربی که هی ما به اصطلاح به سازش میرقصیم، جاهلای ما به سازش میرقصند، ببینید طبق آماری که خود آمریکایی‌ها دادن. بله. آقا در مراکز آمار آمریکایی میگه مرد آمریکایی به طور متوسط با 7 زن رابطه داره. 29% از آمریکایی‌ها با 15 تا زن رابطه دارن. اما چی؟ این زنها هیچ گونه ارزشی ندارن، هیچ گونه خدماتی بهشون تعلق نمیگیره، هیچ گونه امنیت نه جانی نه مالی نه زندگی نه آینده دارن. در ایتالیا آقا این 38% به اعتراف خودشون زنهای شوهردار، حالا اونایی که شوهر دارن خیلی وقتا اصلا شوهر در این جوامع معنا پیدا نمیکنه. خب 38%شون اومدن چی کردن؟ به اصطلاح شوهراشون به همسراشون خیانت میکنن، با زنای دیگه رابطه دارن. 36% فرانسوی‌ها با زنای غیر از همسراشون رابطه دارن. 50% آمریکایی‌ها همچنین رابطه. یعنی چی؟ یعنی این جوامع در یک بدبختی و فلاکت گرفتاره. وقتی که اسلام میاد تهدید میکنه این رو حق ندارید، مرزبندی میکنه که آقا حسب توان و حسب نیاز برای حل مشکلات جامعه که زنها بی بند و بار نباشند، زنها بی سرپرست نباشند، زن نیاز به یک سرپرست داره. اینجا توی مردی که میتونی بیش از یکی رو خدمت کنی و الا مردی یک زن بیشتر که نیاز نداره. خب این مرد داره جانفشانی میکنه، میاد برای حل مشکلات جامعه یه زن دیگه میگیره، کل حقوق همسریت رو رعایت میکنه. این زن امنیت جانی داره، امنیت زندگیش داره، امنیت سعادتش رو داره، همه چیز رو داره، عدالت رو باید رعایت بکنه. زن سوم میگیره یا زن چهارم میگیره، زن چهارم گرفت تموم شد، بیشتر از این توان مرد نیست، خداوند این قدرت رو بهش نداده. خب اینجاست که دیگه در واقع اسلام چیکار کرد؟ اسلام اومد یک برنامه رو تنظیم داد که نشه مرد هوسران بیاد زنها رو به اصطلاح قطار بکنه. الان مثلا ببینید همین غرب و همین رسانه ظالم و ستمگر چیکار میکنه؟ همین سیستم سکولاریسم احمق چیکار میکنه؟ میاد میگه که آقا اگر 2 تا زن داشت در همین کشورهای ما که به اصطلاح سکولاریسم برش حاکم هست، مردی که یک زن بیشتر گرفت 5 سال زندان میشه، نمیدونم چقدر در تاجیکستان چقدر 5000 چقدر سامانی نمیدونم جریمه میشه. خب الان همین مردو گرفتن، میگه که آقای قاضی ببخشید زن اول زنمه، این دوست دخترمه. یعنی چی دوست دخترمه؟ یعنی این پیش من هیچ حقی نداره، من مردم هیچ میراثی هیچی از من نمیبره، هیچ حق مطالبه هیچ گونه حقی از من نداره، این آله شهوت من هست. اون وقت قاضی میگه با خیلی آدم مدرن هستی، خوش به حالت، 5 تا دیگه هم بگیر. شما جناب دکتر به یک نقطه اشاره کردین، نمیفهم که دلیلتون چی است. گفتین خدا زنها را بیشتر خلق کرده، یعنی تعداد زنها بیشتر از تعداد مردها است. گیریم که درست باشه، فرزند درست است فرموده شما و تعداد مردها بیشتر است. این مردهایی که دنبال چند زنی هستند، میخوان چند زن داشته باشند، چرا همین پول و همین امکانات و دارایی که برای گرفتن زن دوم و سوم هزینه میکنن، چرا ایره برای پیوند دادن یک دختر و مرد مجرد صرف نمیکنن؟ ببینید
اون طرف آزاده که پولش رو چطور خرج میکنه. در کل اینی که گیریم این حرف درسته نه. آمار نشون میده که تعداد زاد و ولدها در آمار تولید زاد و ولد همیشه دخترها بیشتره، مگر در کشورهایی مثل چین که اونجا ممنوعه که بچه بیشتر بیارن و مردم تا میفهمند که دختره سخت جنین میکنن. این یکیش. دوم، این جنگ هایی که هست، این در آمار در تصادفات بیشتر مردها کشته میشن، در جنگ ها بیشتر مردها کشته میشن. اصلا در به اصطلاح آمار نشون میده که طول عمر زنها بیشتر از مردهاست. در نتیجه این چیز طبیعی است که بیشتر باشه. اینی که اما به اصطلاح مردا به اصطلاح بخوایم که بیان جوونا رو به اصطلاح ازدواج بدن، این یک حرف بسیار خوبی هست، یک به اصطلاح خدمت اجتماعی بسیار خوبی هست، اما باز هم جوابگو نیست. این جزئی از مشکل رو حل میکنه. تا اینی که مردا نیاند، جانفشانی نکنن، از خودشون مایه نذارن، زحمت این رو، آقا این یک عبادت هست. این وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روز قیامت اون کسی که میاد یک ارمله‌ای، یک زن بیوه‌ای، یک نمیدونم یتیمی رو سرپرستی میکنه، دست به دست پیامبر وارد بهشت میشه. یعنی چی؟ یعنی یک عبادتی از نوع عبادت عظما، بهترین عبادت ها. این جانفشانی میخواد. زن دوم و سوم گرفتن هوسرانی نمیخواد، جانفشانی میخواد. این از خودگذشتگی میخواد، از خودمایه گذاشتن برای اصلاح جامعه. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم همچین افرادی رو این رو میگم، حتی اگر خانم ها از من ناراحت بشن. هر مردی که رفت برای اصلاح جامعه زن دوم و سوم و چهارم رو گرفت، من بهش این مژده رو میدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این مرد گفت که ان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. خداوند در فکر شماست، در کنار شماست، شما رو به صورت موفق میکنه، کمکتون میکنه، چرا که شما در فکر دیگران بودید. فکر اخی گفته برادرش میگن، زنم استدلال میکنه جناب دکتر. یعنی یک انسانی دیگر. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من از اینی که بلند شم برم یک حاجت یک انسانی دیگر رو برآورده کنم، این پیش من عزیزتره از اینی که بشینم یک ماه در مسجد نبوی در مدینه منوره به اعتکاف. در دقیقه آخر قرار داریم. یک سوال دیگه هم جناب دکتر، چرا زنهای مسلمان، زنهایی که مثلا طرفدار یک زنه هستن، میگن یک زن، اینها دایم مثال میتن که ببینین مرد غربی، نگاه کو به مرد غربی، خیلی مرد وفاداری است، از یک زن بیشتر نمیگرده. این نشانه وفایش است که با اون زن طول عمر زندگی میکنه و یک جا از دنیا با هم میره. این نهایت جهالت و یک دروغی هست که بیشا خودم هست. آقا من دارم آمار خود غربی ها رو میگم. در آمریکا میگم متوسط به اصطلاح آمار نشون میده که یک مرد آمریکایی با 7 زن رابطه داره. یعنی چی؟ خب اینا یعنی رابطه داشته باشه اما همسر مرد نشوه، یعنی زن مرد نشوه. این که بدتر است. این که دیگه نهایت وحشیگری و به اصطلاح خیانت هست. چرا بهش میگن خیانت؟ چرا اون زن میگه خیانت؟ اما وقتی که زن دوم رو گرفت یا سوم یا چهارم رو گرفت به حلالش، اینجا دیگه خیانت نشد. اینجا این زن دوم سوم. یه چیزی رو به خانم ها بگم. خانم های عزیز، با این تشویقی که برای آقایون کردم و شما رو دلخور کردم، هیچ وقت شوهراتون از دست ندید. زن دوم یا سوم یا چهارم هرگز امکان نداره جای زن اول رو بگیره، محبت قلب اون رو کسب کنه، مگر اینکه شما جاتون رو خالی کنید. جاتون رو چطور خالی میکنید؟ وقتی که با غیرت مرد بازی کنید، وقتی که به اصطلاح بیایید داغونش کنید، وقتی که بیایید نشون بدید که بچه‌هاشو ازش دزدیدی، بچه‌هاشو بر علیهش بشورونید، وقتی که خودتون جای خالی بدید، اون وقت کسی دیگه جای شما رو میگیره. با این حرفتون جناب دکتر، دخترهای بی شوهر هم دلخور کردین، نمیخوان که زن دوم و سوم شوند، چون جای زن اول را گرفته نمیتونن، زن محبت میکنن. خب بر صورت جناب دکتر، برنامه ما در همین لحظات به پایان رسید. از شما سپاسگزاری میکنم و همچنین از شما بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودید، از تک تک شما هم سپاسگزار و ممنون هستم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. خدایار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله